سلام همه گلم عزیز. آقا امروز اومدیم با اسکوید گیمی که خیلی ترند شد یه مدت تو آپارات و اینا، همه داشتن معرفیش میکردم، میگفتن گرافیک صد. آقا واقعا هم همین شکلی خودم بازی میکردم. اومدم قبلا بازی کردم، اومدم بازم باگی لگی نداشته باشیم این دفعات پیش که من اینو یا با این اشتباه گرفتم یا با اینوریه، این دوتا اولی که همین بود. آقا عکس مپو یادتون نگه دارین، اون اسمایی که اونا میگن عمل داره، ولی عکس یادتون نگه دارین. عکس بالا رو گوشه بالا میبینید، پایین زبدر. آقا ایشالله که خوب باشه. یه دونه اینو میزنیم، شاید از لگ در اومدیم. خوشم اومد واقعا از گرافیکش. الان از لگش میترسم و خیلی سخت بود. یه سری وی آی پی ها داره این بازی که خیلی سخت بود. آقا بازی ما شروع شه، بیایم خدمت شما و از لایک و فالو فراموش نشه، حمایتمون کنید. شاید با لایک های شما این لگش پرید. آقا بریم بیایم، پس بریم و لیتس گو. آقا 33 ثانیه مونده. من یه سری مطلبا رو هم میخوام به شما بگم. مثلا این الان دقت کنید نفسیناش تمام میشه و قایم موشکش یکم بده، چون جای فرار من نمیدونم پیدا نکنم سختمه. بعد اونام میدونم ما کجاییم. وی آی پی ها اینا نگاه کن، یه دفعه بمیرم. اون وی آی پی ها میگم سخت میکنم، بعد دستشویی برای وی آی پی هاست. امیدوارم وی آی پی تو بازی نباشه واقعا، چون 2 نفر تو تنفسونا بردیم، 2 نفری ریختن رو سر منو کشتن، ولی به زور در رفتم. آره هی میخواستن هول میدادن بندازن پایین، داداشتون زنده موند. آقا بازی هم شروع شد. قایم موشکی چیکم چرت. آقا این کاراکتر منه، ببین خوشگلم سلمه. آقا جایزه هم داریم، ما جایزه هم بده. امروز اصلا زیاد حالم منو میندازه. شماره 9 هم بچه. این 1 2 3 4 5 6. داداش عکس منو بنداز. داداش نامرد، من عکس نمیخوام. آقا نگاه کن، اصلا اصلا گرافیک عالی صده. من اولین باریه که اصلا دروغ نگفتم. اصلا هر یوتیوبری یا هر بلا کننگر استریمری اومد گفت واقعا دروغ نگفت. این بهترین میشه گفت مپ رول بلاکس برای اسکوید گیم. مثلا خیلی حال میده به تو این حسی. و من 3 بار فرصت برگشتن دارم، جونش دارم. من باید قهرمان شم. با اون وضع لگی که ما داریم باید دست اول قهرمان شم بچه. برای همین یه دست یا 2 دست احتمالا ویدیو باشه. اگه لگ نباشته باشی شاید نفع 2 رفتیم لگ نباشی دیگه 3 روز نزدیم با لگ نگاه کنیم. پس شروع کن. خیلی بده این بازیاش سخته بچه، خیلی هم بده و سخته. این پیشروشون هم مزخرفه. خب مزخرف ترین پیشرو عمرمه.
هر کی عشقش بکشه میکشه. الان منو میکشه بچه. ببین من تک هدفش منم هدفش شیدن بسید سری بخواهیم که بایشیم نکش مارد قاتل قاتل زنجیریه. VIP اونقدر بد نمیکن. بچه دارم سمت بچه قایم شدم من. بابا تمومش کنید. قاتله بابا میاد میکشه من. به خدا اگه به خاطر این بمیرم بچه ها من میدونم به خاطر فیلمه ویدیو رو قطع میکنم از اول میام میگیرم براتون میذارم. اگه به خاطر اون بمیرم از الان میگم. ببین چند میذاریم نقو جرافیکه 40 میلیون 50 65 میلیون خورده دلار. چه رای بدیم رای ما ادامه دادن بازی. رای ما ادامه دادن. وای وای رای نه 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 8 10 7 10 9 بنازم 11 8 10 11 نظرتون چی داره؟ حتما تو کامنت ها بگی. بچه ها مپ دیگه ای هم سراغ دارین؟ اگه سراغ دارین تو کامنت ها به من بگین. حتما اونم ما میریم امتحانش میکنیم. 14 بردیم بچه بردیم. یه نگاه لگیم. اوه لگ نیستیم ماشالله. بازی گن زده. لگ خیلی لگی. این همین شکلش لگه. چه برسه الان بچه من از رنگ سبزش خیلی زوقم میزنه. این سبز دیگه چرا زرد میزنه. سبز زردی زیتونیه. یا چه این خیلی سخته. بچه انگشت منه سوخته بات کرده. یاده برای پیغمبر. تمام بنازم. لگ به میگن در حد من لگ دیده بودی؟ حالا نمیدونم تو ویدیو هم لگه. انصافه من 4 دست بود میومدم اینجا نمیشه.
ببینید بچه ها، ما در همچین مپ ما رو گروگان گرفته و ول کن، زنگ بزنیم پلیس. سرباز رو باید دادن دارم ما رو میکشن. چشم داره میشوره بچه ها، استرس. بچه های بازی هم 4 ثانیه مونده سریع تمام شه، بریم سراغ بازی بعدی. سوت آزاد الله اکبر. تمام شد دیگه، تمام شد. ببینیم چند نفریم، کمه، خیلی کمه. دو نفریم، 80 95 میلیون. ادامه بازی 8 9 این کلا خوبه. اوه بالا، ای لطی برمش لطی. تو بازی 3 تا VIP است. رای ما پایان بازی. رای ما 100 پایان. ببین بچه مشکلات لایک، من حرفه‌ای نیستم. 2 تا VIP، 3 تا VIP. تناب کشی منو با گروه VIP رو بنداز، جون هرکی دوست داری. 3 تا VIP هم تو گروه منه. بچه من تناب کشی من توی اون یاد گرفتم، من توی نتیما بلدیم به من نمیشه. نگاه ما با ایناییم، میبریم. یه جا تکی بدم. 3-1. بابت از یابو ریحان بیرونی، یابو ریحان را بیرونی. ازش استفاده کن. دارم
پول دارم آقا، میتونم زنده شم دیگه. داشت پولون برده من پول دارم. بچه بسته یه بار دیگه با لگ بسیاری که داریم مشاهده میکنیم ما رسیدیم مثلا بازی شروع نشده. منو ببین چه داریم من بدم بیچاره شانس ماری درست شدیم و اینا پولینا رو به همون باید بگیر açılmış eğriler. بچه‌ها بازی چراغ سبز چراغ قرمز شروع شده و کاغذ لگ ما لگی من هیچی نمیره اون خیاره اون بچه اونده خیار شده کشته شو بی تربیت بابا بذار برسیم 400 رد لایک 2 ثانیه گرین لایت بذار خب اوه باید خب بذار برسیم خیلی خره
اون پیشرو خیلی خره. از اون قاتل زنگ بابا خیار شد پیشروی بد. نه خیار شد کسی قایم میشیم سریع. نبینه بالا 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 اینجا. آقا یه دقیقه ما شروعش بریم کردیم. بچه آقا اومدیم یه دقیقه تموم شد. لارم دارم میگن اصلا نمیتونم بخونم چند نفر تو بازی. اگه با ایدیت هم شاید نمیبینم واقعا. ببخشید اگه خودم نمیدونم الان چند نفریم ولی زیادیم. بازی بعدی چیه من نمیدونم. میخوام آبیشم لیره چقدر لگم من لگم من چقدر لگم سرعت انیمیگن و این جنگی به من جنگی به من اتاق VIP است برده. چرا کشتیرش؟ محمدو کشتن. برام مهم نیست. برام اصلا مهم نیست بچه. بریم بازی بعدی بریم بازی بعدی. خب آقا بازی بعدی داره شروع میشه. ما با وضع لگمون اینو میخوایم خیلی بده. رو پاش ولی آفون وسطی سختری میشه. یه قول دو قولش اونو بازی نکردم ولی میدونم احتمال من سخت باشه. یه بار بازی کردم آخر شده سخت نوبت من نیزم هست. پیش رو زنه برو تمام میکنه لحظه اینا رو باش. اونقدر بیای بازی کنی شکله من این گروه میگم این گروه پیش رو نداره.
دیگه. نه پیش اینه من میام ایوار ماشالله بهتون آقا خیلی طول میکشه نوبت ما شد بازم برمیگردیم خب بچه ها نوبت ما شد سریع باید سر جامون قرار بگیریم نفر اولم هستی شرخونیم بودو حبیبی بودو بلگمون داریم اما سریع کار میکنیم سرعت همون میکنیم ای چوک درست بنداز دو نفریم ها بیار شد پیش رو بکشش شد ماشالله بهتر مردی
روپایی هم آسونه. بچه ها بردیم بچه ها. من لاتم، من کینگم، کینگ. یه تنه کل بازی رو رفتم، یه تنه کل بازی رو رفتم. کی میتونست انقدر بره؟ که جرأت داره بیاد جلو من؟ تو کامنت ها بیاد بالا. یه تنه کل بازی ها رو رفتم. خود پیش رو نده یه تنه. من باید وی آی پی میشدم تو اینجا. من باید وی آی پی بشم. اینا در حد من نیستن. آبی ادامه بازی ما باید انجام شه. ادامه بازی ما باید انجام شه. ادامه بازی باید ایران انجام شه. ادامه بازی باید الان انجام شه. ادامه بازی باید الان انجام شه. سین علی سین. خب آقا الان بازی شروع میشه. من دیگه بشینم. بچه اون لکم آسون بود. یه موره رو مینداختی رو هوا باید میگرفت. آسون بود. نه بچه نه وای نه بچه نه. Today's game is tug of war. In order to win, you must pull the rope towards your platform and attempt to drop your opponents down. چه غلطی بود من کرد. Will both teams please go to your towers? نوبت ماشه دیگه. چاری نداریم. بچه اومدم بگم این تیم خیلی قویه. اون تیم این بری یه نگاه نشونتون بدم. سمت اینور قوی تره. همون سمت عکس من نگاه. یکی افتاد هم اول بازی ها شروع شد. یکی رفت. یا زینب کرا بازی مثلا باگ ندار شد. بچه میبازیم. امیدوارم فرصت برگشت داشته باشم. بچه بد باخت. نمیخواستم ببازیم. خودش وای آرامش خودمون رو حفظ میکنم. 2 1 مدد علی مدد علی مدد علی من بدونم. نه بیا. No.
برگرد. خدا چرا دیگه بسته انصافی لگم نداشته باشیم. نیم ساعت 1 ساعت این است توی گیمیم. حالا با ادیت کمتر در میاد 100%. آقا مرسی تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. دیدیم ما تلاشمون کردیم تو 2 تا تنم کشی باختیم. ما حتی توی اون دایره اینا باید میرفتیم تا جینا داشت همه‌شو من رفتم غیر از اون سنگ انداختنه. آقا مرسی تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. لایک و فالو فراموش نشه. خیلی خسته شدم، واقعا خسته شدم. لطفا لایک کنید، ما رو حمایت کنید. تا ویدیو بعدی. گود بای.